بر اثر خنکی‌های ماه مارت در این میدان کشتی پیاز نابود شده است و حالا امینه و همدهگانش قرار کردند که در اینجا لوبیا و جوار مکه کارند. به گفته این زن همین طور کارهای زیادی غیر نقشوی پیدا شد و آنها دوام ماه رمضان باید کار کنند. امینه میگوید با وجود زحمت زیاد همگی تصمیم گرفتند که روزه میگیرند و باور دارد کار است و شما نمیتوانید خدا را فراموش کنید. ما از ساعت 8 سر میکنیم تا ساعت 12:30 12:30 که شد عبید میبرویم تا ساعت 1:30 حتی 1:30 2 آدیخ میکنیم دم میگیریم عبید میکنیم نمازمون میخونیم. رمضان امساله به موسم کشتی بهاری راست آمد. امروزها در کشور ده‌ها هزار نفر در صحرا کار میکنند. از زحمت بهاری آنها نیک و احوالی خانواده و گوناگونی رفع سبزوات فروشی بازارها در دوام سال وابسته است. با وجود آنکه گرمی هوا الکی به 24 درجه رسیده است و همه روزه در صحرا هوا گرمتر می شود، هیچ کس از روزه‌داری دست کشیدنی نیست. ظاهرا ساکنان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور امام علی رحمان را درباره روزه‌داری جدی نگرفتند، هرچند توصیه های او عادتاً فوری اجرا می شوند. چون نمیگیریم و کرم از ما هم مسلمان کو میگیسان در کو نصیب کرده باشه روزه میگیرم ان شاء الله نصیب کرده باشه. مشکل نمیشه اگر ان شاء الله اکی ما رمضان میگیریم میگیریم روزه تا ساعت 10 11 کار میکنیم. امام علی رحمان پیشنهاد خود را در پیام تبریکیش در رابطه با آغاز ماه رمضان ابراز داشت. او گفت که کشاورزان باید مهنت بسیار کنند و دست کشیدن از خوراک خوری می تواند باعث به کم قوتی آنها گردد. به گفته امام علی رحمان پیشنهاد او با اساس اسلام مخالفت ندارد. در اساس تأکید علمای شریعت و فقیهان دین مبین اسلام، شخصانی که در شرایط دشوار کار و فعالیت می کنند کسبشان به تأمین مواد آذوقه وابسته است یا در ساحه‌های صناعت و استحصالات وزین مشغول می باشند، روزه‌داری برای آنها باعث دشواری و مشقت می گردد. از این لحاظ خوردن روزه برایشان اجازه داده شده است و آنها می توانند در وقت مساعد دیگر روزه خود را انجام دهند. چون این توصیه به نظر روحانیان مسلمان در کشورهای دیگر عجیب می نماید، زیرا به گفته آنها ترک روزه‌داری تنها در حالتهای بسیار سخت و ناچاری ممکن است. روزه به شما فرض شده است و مثل آن قوم‌هایی که قبل از شما بودند. بنابراین یگان کاری مشکل دلیل شده نمیتواند. آدم همیشه میتواند رخصتی گیرد و یا در نهایت کارش را عوض کند، ولی آن سبب دست کشیدن از روزه نباید باشد. در همین حال بعضی از کارشناسان دینی میگویند امام علی رحمان در مسئله دادن فتوا و یا دخالت به مسائل مذهبی صلاحیت ندارد. اما اینکه رئیس جمهور میخیزد از منبر برای قسم اکثری از مردم تاجیکستان چون این فتوا صادر میکند، این هیچ جنبه شرعی ندارد و کسانی هم که به این فتوا عمل میکنن از نگاه شرعی گناهکار محسوب میشوند و مورد بازخواست قرار میگیرند، چون که میدانند که این نفر در اون جایگاهی نیست. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قریب هر سال در ماه رمضان به کشاورزان چنین مشورت میدهد و هر دفعه دلیل‌های نو میآورد. این در حالی است که وضع آزادی‌های دینی در تاجیکستان سالهای اخیر پیوسته تنقید می‌شود. وزارت امور خارجه امریکا بنابر محدودیت در اشتراک زنان و کودکان در مراسم دینی، تعقیب ریشداران و یا زنان حجاب‌پوش و منع لباس‌های مذهبی، تاجیکستان را بر روی خط پایمال کنندگان آزادی‌های دینی شامل کرده است.